با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت در یک جایگی با سرایوسط حفظ محیط زیست ولایت کنفرانس علمی نظریوی در موضوع نقش پیشوای ملت در تحکیم وحدت ملی برگزار گردید. اشتراکچیان همایش علمی تاکید نمودند که تحکیم وحدت ملی و حفظ دستاوردهای آن وظیفه مقدسی هر یک شهروند کشور بوده، محض به شرافت سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان خلق تاجیک به صلح و ثبات، وحدت و رشد استوار نائل گردید. اظهار کرده شد که امروز جمهوری تاجیکستان در فضای آرام و آسوده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی قدم گذاشته در همه سمت‌های حیات جامعه و پیشرفت‌های نظررس مشرف شده است. آموزش و ترغیب تجربه نادر صلح آفری و وحدت سازی پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان مخصوصاً در شرایط پرتضاد جهان معاصر اهمیت بزرگ سیاسی، علمی و تربیوی داشته برای تحکیم حس خودشناسی ملی و وطندوستی جوانان مساعدت می‌نماید. محض فضای صلح و ثبات و وحدت ملی امکانیت فراهم آورد تا در مملکت سطح انشاءات اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی بنیاد و از نفسازی گردیده سطح و صفت زندگی ساکنان منتظم بهتر شود. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان وحدت ملی را اساس گذاری کردند. خب یک چند زمینه، یک چند زینه های مذاکرات صلح را گذرانیدن و آخرالامر رسیدن به امضای سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی این یکی از دستاوردهای بزرگ ملت تاجیک است. وگرنه خب شاید ممکن که امروز تاجیکستان از خریطه سیاسی عالم گم میشد و محض فداکاری های امومالی رحمان بود، گذشت ها بود، بخشش ها بود، عفوها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بود که جانب های مخالف متحد گردیدند، خب دست دوستی به همدیگر دادند و امروز آن چیزی که ما میبینیم خب آن رشد و ترقیاتی که امروز در تاجیکستان است این همه ثمره وحدت است. یعنی وحدت چی است؟ یک دلی است، یک جایگی است، متحدی است که امروز در حیات امروزی تاجیکستان را به نظر گرفته ایستاده. خوشبختانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در مرحله تقدیرساز ملت نوبسته از تهدید و خطرها به جان خود توانستند کشور را از ورطه نابودشوی نجات دادن پایه‌های صلح و وحدت را مستحکم نمایند. تجربه صلح‌آفری تاجیکان پیش از همه پیشوای ملت امروز از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده مورد آموزش و تطبیق قرار دارد. در برابر این سهم پرزیدنت کشور در حل مسائل مهم بین‌المللی از قبیل آب و اقلیم، امضای سازشنامه‌های صلح و دوستی، پیشگیری از تهدید و خطرهای زمان معاصر و امثال این بی‌نظیر ارزیابی کرده می‌شود. پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان حامی صلح تاجیکان هستند که برای ما خصوصاً برای جوانان امروزه یک ایده بسیار هم پرقوت هستند. با انمی سیاست خردمندانه خودشان جوانان سربلند تاجیکستان در تاجیکستان محبوبمان کار و فعالیت و زندگی شایسته نموده ایستادند و ما البته 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند تجلیل می نماییم که این هم البته با زحمت، کوشش و تلاش و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت برای ملت عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال به دست آمده است. فرهنگ وحدت ملی امروز به خاطر حفظ منفعت‌های دولتاری ملی و پایداری صلح و ثبات باید رسالت سیاسی و اجتماعی خود را بار دیگر به معرض کار و پیکار سازنده برآورد. نسل جوان ما باید از این واقعیت تاریخی نفترین ما آگاه باشد، به قدر منزلت صاحب اختیاری وحدت ملی و استقلالیت برسد و آن را چون گوهرک چشم نگاه دارد.